برادرای عزیز، مسئله دومی که گفتن بسیار جوانالی سوال ها، چند سوال است اینجا که سحر میخیزیم احتلامی شدیم، مثال شرایط نیست که آب گرم کنیم، یا اینکه بعض انسان های هستن میگوید با عائلت خانه‌داری میکنی سحر میخیزی شرایطی آب گرم کردن نیست، چی کار کنیم؟ تا حد امکان همه شرایط دادرای عزیز استفاده میبریم، همه شرایط، چی با طریق گاز باشد، چی با طریق هیزم باشد، چی با طریق سویت باشد، از همه این اگر محروم باشی و هیچ امکانیت پیدا کردن آب که نباشد، این حالت در شما طهارت خالی کنین، نمازاتون خوانین تا زمانی که با این شرایط برای شما مهیا شدن. شرایط 1 ساعت بعد یا 2 ساعت پس مهیا که شد، اون زمان غسل کن، باز برای نماز پیشینت دیگر با یک طهارت پره و با یک بدن گویم تازه تو نماز تا میخوانی. لیکن در حالتی که نباشد شرایط، شما با آب خنک آبازی نکنین که این ضرری در بدن شما میشود. دوستان عزیزم، شما مردانگیتون ضعیفه، در یک روز 10 بار پیشاب میکنید، ایمنیتتون پسته، گردش خون معتدل نیست، خنکی دارین. دوستان عزیزم، فقط یک خوشخبر برای شما، تنها و تنها محصولات پهلوان از شرکت گیاه درمان شما را کمک میکنه. دوستان عزیزم، وقتی که استعمال کردی کو مردانگی به خود میشوه، گردش خون معتدل میشوه، در یک روز 10-20 بار پیشاب نمیره، خنکی برطرف میشوه، فقط میخری راحت میخری. اگر شما با این فرمایش دادن خواهید، در زیر امو کامنتاریا پهلوان بنویسید، همین از گیاه درمان شما تماس میگیرد، خلاص گپ همین دوره برای شما دسترس میکنن. باور که استفاده ببری راحت میکنی، با رحمت میگوی. اینجا یک برادر دیگر هم تکلیف کردن در حق همون برادرهایی که در همین مسجد نو، در همین ساختمان نو سهم گذاری دارن، در حقشان دعا کنید گفته. اینجا یک چند برادرها را من نام میگیرم، در حقشان دعا میکنیم، اگر چندی که خیلی زیاد هستند. برادرمان حاجی عارف، خدا در عمر و جانش برکات دهد، که حتی در همین مسجد پهلوی نوی که کردیم خیلی سهم گذاری کلان کردن، در این اطراف در این هم کمک ایشان وجود دارد. و دیگر برادرمان اکی خیرالله بود، یک برادر دیگرمان عبدالجلیل از مسچا هست، اونم کمک کردند. یک برادر دیگر داریم میرزا خان از حصار، وی هم در همین بنای مسجد نو سهم گذاری دارند. و یک برادر دیگرمان اکی مراد که از همین انگورباغ است، سوخاز انگورباغ، که در حق مادرشان گفتن دعا کنیم. مادرشان هم یک آدم پیرانسال حاجیه هست، خداوند حجهاش قبول بگرداند و خداوند خاتمه بخیر بر این مادر نصیب بگرداند و فرزندهاش خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. و برادرمان دیروز از خوجندم اکی ناصیرم مبلغ روان کردند که در همین مسجد برای بنای مسجد. و یک برادر دیگر همین سحر باز یک مبلغ دادن که در همین مسجد صرف کنید گفته. و دیگر انشاءالله باز در آخر جمعه من شخصانی که کمک کرده ایستادن میخوانم. خدا همه اون بندهانی که در این مسجد سهم گذاری میکنن، از آن جمله این بنده هایی که الحال نام ایشان خواندیم، به همه مراد و مطلوب ها خداوند موفق شان بگردانی، آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز، بگویید که آیت های منسوخ شده در نماز خوانده می شوند به مانند آیت 6 سوره کافرون، با احترام یکی از مخلصان شما. بله، البته آن آیت هایی که منسوخ شده که در قرآن هستند، این آیت ها را ما در نماز در عبادت استفاده می بریم. اینا در نماز خوانده، البته در نماز خوانده می شود، اینا هیچ زیان و زلال ندارند وقتی ما آیت های منسوخ شده را اگر در نماز استفاده بریم. خب، السلام علیکم حضرت داملا. آیا ما از بعض داملاها تبرک گفته چیزی میگیریم؟ آیا درست است یا نادرست؟ یعنی در مردم ما و شما هم کلمه تبرک استفاده می شود.
تبرک اصلا خودش کلمه عربی هست، معنای برکات را دارد، معنای مبارک را دارد، معنای هدیه را دارد، معنای تحفه را دارد. تبرک. حضرت عروه که در صحیح بخاری روایت می شود می گوید که در یکی از جنگ ها حبیب خدا وقتی که آب دهانشان می پرتافتند، آب دهانشان که می پرتافتند در جنگ نه بلکه در صلح حدیبیه، وقتی آب دهانشان که در صحیح بخاری روایت میشه می پرتافتند، صحابه های گرامی میگوید دست هاشون پهن میکردند که همین آب دهان پیغمبر در زمین نزند. در دست هاشون میگرفتند و در رخساره هاشون میمالیدند. یعنی این تبرک جستن هم از روی این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما سنت شده است. و حتی حضرت انس هم میگوید که در حجة الوداع، آخران حج که حبیب خدا حافظی میکردن، در همین حج حضرت سرشان تراشیدند. وقتی تراشیدن موی های دستشان میگوید در دست حضرت ابو طلحه دادند و حضرت ابو طلحه این موی های سر چیکار کردن؟ میگوید به همه صحابه ها تقسیم کردن که به هر کدام او یک تاری و دو تاری از موی پیغمبر خدا رسید. اینم با حیث یک چی بود؟ با حیث یک تبرک بودند که با صحابه های پیغمبر خدا تقسیم میکردند. حضرت عایشه صدیقه میگوید که وقتی حبیب خدا از دنیا گذشتند، جامه مبارک میگوید در خانه من بود. هر آدمی که بیمار میشد این جامه مبارک ما میشستیم، آب او را برای دعوا برای بیمارها میدادیم. اینم به حیث چی بود؟ به حیث تبرک بود. از این خاطر امام نووی در شارح صحیح مسلم میگوید تبرک جستن به خاطر انا همین حدیث حبیبی خدا از لباس آدمای صالح و عالم ها هم جایز است گفتند که را امام نووی شارح صحیح مسلم هم اجازت دادند. حتی خدا رحمت کند که ابن جوزی هم روایت میکند، تاریخ ابن کثیر هم میگوید، یعنی عینی حنفی هم خدا رحمتش کند در عمدة القاری هم میگوید که امام احمد حنبل لباس امام شافعی را شستند، آب همون امام احمد حنبل نوشیدند، حضرت امام شافعی را. به این خاطر تبرک گرفتن این البته به البته جایز است. ما و شما تبرک از آدمای خیلی با تقوا و اهل علم و پرهیزکارا، ما و شما چی از طبقشان چیز باقی میماند مثال میگیریم تبرکن میخوریم، این بسیار ثواب خیلی بلند دارد. به این خاطر تبرک البته درست و جایز است. السلام علیکم برادر عزیز اکای حاجی میرزا، خداوند پدر و مادر شما را عمر دراز و تنی صحت نصیب گرداند که چنین فرزند صالح را به دنیا آوردند. برادر عزیز از شما خواهش دارم که با یک سوال من که نافهمه است جواب گویید. مادر من 5 وقت نمازش را میخواند، روزه های گوناگون میدارد، لیکن وی با فرزندهای خود را فقط دعاهای بد و میگوید که در دهن شما فلان و بهمدان کنم که ما شیر این مادر را همه فرزندان خوردیم. میگوید که مادر خوک شد، خوب وانیش کن. آخر ما فرزندانش همه نمازخوان و اسلام شناس هستیم. ما میگوییم که این رفتار شما نادرست است و این نمیفهمد. با چنین مادری که ما فرزند او هستیم چگونه رفتار کنیم؟ التماس با این سیاه‌بختی را روشنی اندازید، زیرا که ما نمیدانیم چی کار کنیم. این سوال را به آیت های قرآن و احادیث های نبوی فهمانید که ما برادران همه کسیته های شما را گوش میکنیم و در آخر در حق این مادر عزیز ما دعا کنید که خداوند مهر فرزندی را در دل و ایمان او جای کند و در حق ما نیز دعا کنید که ما برادران مسلمان های شما هست، مخلصان شما هستیم. راستی بار این گونه متن ها را، این گونه جمله ها را انسان وقتی میخواند باور کن والله که خیلی ناراحت میشویم، خیلی ناراحت میشوی وقتی که مادر یا پدر فرزند را حقارت میدهد. وقتی مادر دهان چه دختر باشد چه بچه نام میگیرد، این خیلی گویم از ایمانداری و
از خدا ترسی خیلی و خیلی دور است. افسوس که حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتند مادرت را بعد از آن پدرت را خدمت کن. گفتند مادرت را بعد از آن پدرت را. لیکن مقصد از مادر، وقتی ما مادر میگوییم، مقصد از مادر چی میبراید؟ تربیت کننده. مقصد از مادر چی میبراید؟ آداب دهنده. مادر وقتی میگوییم مادر شخص باید باشد که همیشه در بهبودی فرزند کوشش کننده باشد، بهترین تربیت کننده این فرزند آشنا و شناس میکردگی به سوی خدا باشد. وقتی این گونه مادر این گونه معامله را به فرزند میکند، آیا نمیداند که برنامه اسلامی را وی ویران کرده است؟ آیا وی نمیداند که از نام این گونه مادر نام مادریش خط زده می شود؟ چگونه ای که عالم ها در نزد خدا قدر دارند، قیمت دارند، لیکن عالمی با عمل باشد. عالمی بی عملی که برای خیانت اسلام و برای گویم طلب و تاراج و برای گویم فقط راحت خودش در بین مردم اگر زندگی کند، این گونه عالم در نزد خدا قدر و منزلت ندارد. و این چونین آن مادری که حقارت دهنده فرزند باشد، این چونین مادری که آزار دهنده و گویم که دشنام کننده فرزند باشد، وی مادر نیست. وی گویم یک میکروبی هست که وی ضرر او فرزند به فرزند، نبیره به نبیره دا تاثیر میکند. به این خاطر این دادرای عزیز ما چیکار کنیم که خداوند در قرآن احترام پدر و مادر را بالای همه ما و شما فرض گردانیده است، لیکن ما او را دشنام نمیدهیم. لیکن آنچنان مهربانی که به اون مادرای غمخوار داریم، به این گونه مادر و پدر ما غمخواری نمیکنیم. چگونه ای که اونها بی رحم و بی انصاف نسبت فرزندان، ما نیز نسبت اونها بی رحم و بی انصاف هستیم، لیکن دشنام شو نمیکنیم. فرزند باید و احترام کند. پدر و مادرم وظیفه دارند. وظیفه اونا چیست؟ فرزند باید خوب تربیت کنند، فرزند باید با خدا شناس کنند، فرزند نام خوب گذارند، فرزند خط نکنند. این وظیفه های پدر و مادر است. ما را پدر کرده است گفته و اون مادرها را مادر کرده است، دیگر گویا بیغم گشتن بگیریم و هر جبری که داریم بالای فرزندا روان کنیم و از فرزندا باز ما مهربانی و غمخواری را طلب کنیم، این نصیب ما و شما نمی شود. این خیلی بی حیایی است، این خیلی خدا ناترسی است. اون نماز وی، روزه های گوناگون وی به خدا قسم به منزله یک کرم لای خورک در نزد خدا قدر ندارد. این معنای را ندارد من 5 وقت نماز ما میخوانم لیکن بچه و دختر ما حقارت میدهم، بچه و دختر ما از خانه گریزان میکنم لیکن من 5 وقت نماز و روزه دارم. این نماز و روزه تو را دستگیرت نمیشود. خداوند در قرآن صراحتا گفته است نماز انسان از کارهای بد باز می‌دارد. پس چرا این باز نداشت؟ حالا که خدا گفته ایستاده است تو نماز بخوان، الله تو را از همه کارهای بد باز می‌دارد. معلوم میشد که نماز این دروغ است، نماز این از برای خدا نیست. اگر نماز از برای خدا میشید، این در دهن فرزند و دخترش دشنام کننده نمیشد، این بلکه مهربانی میکرد. حیف این چنین مادر و این چنین پدر، نام پدری و مادری را به خدا قسم این دو طایفه حرام میگردانند. وقتی که با فرزند خود یا با کلین خود اگر وقت دشنام دهنده باشند. بسیار از این گونه پدر و مادرها امروز بچه هاشون در ما شکایت دارن. بعضی هاش میگن حاجی اجازت نمیدهی که یک لط کوبش کنیم. به خدا قسم تا این اندازه آمدن، لیکن ما هیچ کدام او را فتوا ندادیم که شما پدر و مادر را لط کوب کنین. بیزار شدن فرزندا، معامله هاتون خوب کنین که آینده دیگه ما را هم گوش نمیکنن، در کار شوند دیگه شما را حتی قتل تا نمیکنن وقتی اگر بیرحمی و بی انصافی کنین. برای همین هر چیزی که خدا و پیغمبر گفته است باید اجرا کننده همون صحبت ها باشه ما و شما. بسیاری بسیار باور کن خیلی خیلی بی ناموسی و شرمندگی است که پدر و مادر با فرزند بی رحم باشد، پدر و مادر غم فرزند نخورد.
پدر و مادر فرزند در دهانش دشنام دهد. این خیلی بی انصافی است. بعضیاش باز افتخار هم دارن وقتی میگوی که ای برادر عزیز همین بچه تو به من شکایت کرد، از بالای تو شکایت کردگی هست، همین نکن. وای میگوید اگر با اینها همین خیر رفتار نکنی اینا تو را گوش نمیکنن. نه، برعکس اینها تو برعکس به سر خود دشمن تربیه کرده ایستاده ای، دوست نه. السلام علیکم و رحمت الله. اکای حاجی میرزا، خداوند تنی سالم شما را بردوام نگه دارد. بعدا ما یک گروه جوانان و پیران یک دهه خردککی دوردست ولایت ختلان به ساختن یک مسجد 5 وقته شروع کرده ایم. مبلغ‌های جمع کرده در دست یک مرد دهه جمع می شود. بعد از چند روز آن مرد پول‌های جمع کرده را نمی‌دانیم به کجا صرف می‌کند. میگوید که پول‌ها تمام شدند، که این پول‌ها را ما از مردم این دهه و دیگر جایها با راه طلبیدن و التماس جمع می‌کنیم. الله که معلوم شده است که این مرد روی راست پول‌های مسجد را به کیسه خود می‌زند. آیا ممکن است پول مسجد را دزدیدن؟ موسفیدهای کلانسال میگفتند یک خس مسجد را دزدی در نزد خداوند جواب میگویی. از شما خواهش دارم که با ما این نقطه را فهمانید و در حق ما دعا کنید که ما زود و سبک این کار خیر را انجام دهیم. جوابش را این جمعه گویید که در کسیت ثبت شود و این مرد شنود، زیرا که به شما اعتقاد دارد. بسیار اعتقادهای ما را میگن به تو اعتقاد دارد عرق میخورد، به تو اعتقاد دارد زنا میکند، به تو اعتقاد دارد ای مسجد پولش میدزدد. هیچ خیلی اعتقاد است. و کسی به ما اعتقاد دارد، به ما اخلاص دارد، تا امروز هیچ کدام او را ما به عرق نوشی و او را به زناکاری و او را به آدم کشی و او را به دزدی هیچ وقت دلالت نکردیم. برعکس از اینها ما اونها را باز داشتیم. این اعتقاد ندارد، دروغ میگوید. اگر این اعتقاد میداشت این جنایت وزنین دست نمیزد. در هر یک مسجدی که اگر دزدی برپا شد اون مسجد آباد نمیشود هیچ وقت. هر یک مبلغی که از شما می آید الحمدلله که وقتی که جای خودش در صرف می شود همون کار فیض دارد، برکات دارد. برای همین این کسی که البته پول مسجد خیانت میکند، پول مسجد مثال گویم در هر جایی که خواهد صرف میکند، این دور نارفته البته جزای اینو میگیرد، جزاش میگیرد. در مردم تاجیک ما و شما یک مثل است که میگن که دزدی و غریب پس همون نجاست خر است. مقصد نجاست خر چی را میپوشاند؟ روز از روزها او دزدی و آشکارا میشود، روز از روزها شرمندگی او البته در بین مردم اعلان می شود. به این خاطر البته خیلی جنایت وزنین است و بسیار خوب می شود که وقتی همون آدم که معلوم باشد پس باید از مسجد پیشش کنین. از مسجد پیش هم که نکردین همون مسئولیت از گردن او بردارین. تمام یک آدم با خدا ترس ایماندار ده همین وظیفه را سپارین، انشاءالله همه مسجدتان هم آباد می شود، همه دهتان هم آباد می شود، همه کاراتان بخیر انجام می یابد. بسیار از یک برادر دیگر بر من شکایت کرد که در محله ما وقتی که همین سوم جمع کنی در جنازه می شود، همون پیشوایی که داریم قریب 50% همون پول می گیره. چخیلی کنیم؟ آخه من گفتم من نه یگان سوتم، نه پرکرارم، نه یگان قاضیم، او را ما اهل محله حل میکنه. میبینین امو را که مثال دیدین در همی حالت در بین مردم در کار شود، امو کیسهاش برآورده مثال در بین مردم گوین که نه مرحمت اینه برادر ما پیشوا اعتقاد کرده مثل همون سلمان فارس. وقتی من جمعه گذشته اسقف ده وقتی که آمد شاگرد ایستاد، وقتی از دنیا گذشت چیکار کرد؟ مردم آمدن پیشوا دبدبه خواستن جنازش کنن، گفت این پیشوای شما خیانت کردگی است. گفت چی خیانت؟ گفت پولهایی که از شما میگیری برای دادن مردم و یا ذخیره کردگی است. وقتی میکاون 7 صندوق پر طلا هست، یعنی هیچ پول چیکار نکرده است، به کسی نداده است. مردم چی حکم کردن؟ و یا همون مردش در دار کشال کردن، سنگسارش کردن، گفتن تو را هیچ وقت ارزنده خاک نیستی.
مقصد ما اون چنان هم که نکردیم همون مسئولیت از گردنش میگیریم، بلکه یک آدم ایماندار را میگذاریم. انشاءالله مسجد ما هم بعد آباد میشود. بسیار از این گونه مسلمانایی که بیچاره نام مومنی و مسلمانی دارن با این عملها چنگ زننده هستند. السلام علیکم حاجی میرزا، من یک نفر مخلصی اشدی شما از شهر پنجکین، از شما دو سوال دارم از نام بعضی از ملاهایی که از برای این مسئله بحث های زیاد میکنن ولی به خلاصه اساسی نمی آیند. من از شما درخواست میکنم که این دو مسئله را با پررگی فهمانید تا به واسطه کسیت گوش کنند و با توقف آیند. یکم سوال این است که در دهات کوچک دارای 40 یا 50 از این زیادتر یا کمتر نماز جمعه میگذارند، نماز جمعه درست می شود یا اینکه نماز احتیاطی خوانده شود؟ سوال دوم این است که معاویه ابن ابو سفیان که به حضرت علی دشمنی داشت و جنگ ها میکرد، با سبب دشمنی که با خاندان پیغمبر میکرد حتی در بعض تاریخ ها آمده است که به فرمان معاویه امام حسن مجتبی را زهر دادند. آیا ما اهل سنت و جماعت حق داریم که معاویه را ناسزا خوانیم یا مانند بعضی ملاهایی که در حق او لعنت میگویند؟ در این باره شما چی میفرمایید؟ جوابش را انتظاری. با احترام یک نفر مخلص اشدی شما از شهر پنجکین. برادر عزیز، ما در حق معاویه هیچ وقت لعنت گفته نمیتونیم، زیرا وی صحابه پیغمبری خدا بود. اگر چنده که وی با علی جنگ داشتن، اگر چنده که بعضی روایت ها امام حسن هم که از دست ایشون زهر دادگی باشد، اگر چنده که از دست فرزند او یزید امام حسین هم کشته شده باشد، لیکن وی صحابه پیغمبر بود. ما هیچ وقت ولا تصبن احدا من اصحاب حبیب خدا تاکید کردن هیچ وقت صحابه های مرا دشنام ندهید. خوبن چی گونه ای که هستن نیستن، ما البته به آنها دشنام نمیدهیم و ناسزا هم نمیگوییم، بلکه میگوییم خدا همه اونها را رحمت و مغفرت کند. حکمت او را خدا خودش میدانست. لیکن در دهات هایی که گوییم کوچک هستند و نماز جمعه را برپا میکنن و بعد اون نمازهای باز احتیاطی میخوانن، اصلا در همون بعض جایهای هستن که نمازهای جمعه میخوانن بعدش باز فرض احتیاطی پیشین میخوانن. این درست نیست. وقتی ما و شما فرضهای احتیاطی را خوب میشود که ترک سازیم. احتیاطی گفتگی نماز وجود ندارد. اگرچه بعض فقهای ما و شما گفتن، لیکن خدا رحمتشان کنه در زیر این بگویم عباره ها و جمله ها یگان سند وجود ندارد. و این خاطر بهترین صورتش همین است که ما فرضای احتیاطی را از بعد جمعه نخوانیم. وقتی فرض احتیاطی میخوانی تماما جمعه را نخوان، یا میخوایی که جمعه خوانی فرض احتیاطیش ترک کن. یک نماز همین در روز جمعه به ذمه ما و شما فرض است و خلاص. لیکن در دهات نماز جمعه فرض نه آمده است. از این خاطر لیکن آمده اگر ادا هم که کنن جمعه را گویم در شهرها، این چی است؟ نمازشون درست می شود. چگونه یک آدمی که پای درد است، اگر وی نماز جمعه از گردن او ساکت است لیکن با همون درد و مشقت آمده جمعه را خواند، برابر ما و شما ثواب میگیرد. این چنین همون کسانی که در دهات زندگی میکنن و نماز جمعه به آنها فرض نیست، آمده جمعه را در اینجا اگر ادا کنند، انشاءالله برابر ما و شما ثواب برخوردار می شود. السلام علیکم حضرت داملا حاجی میرزا، خداوند باز با یک سوال مراجعت کردنیم. اگر در یگان کوچه جوانی را میبینیم که دست دختر در دستش است، چی کار کنیم؟ امروز او روز با یک برادر به ماشین آمده ایستاده بودیم، در نزد امین حضرت امیرجان از قسم پسش یک بچه که تاجیک، یک دختری تاجیک همین تا راستا در آغوش گرفتگی و از یکدیگر لذت بردیستند. راستا در پیش حضرت امیرجان، در همون جایی که اطرافش ده یک 100 تا آدم علا که به دولت چیدگی از پول جمع کردیستند، یک کس همونا را نمیبینه. خیلی بدبختی هست، خیلی بدبختی هست.
امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دست، مثال گویم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد، همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کنه، تکو غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند، شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدن، دست به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک زل قدم زنان با دره می زدن، یک دیگر را جدا می کردن. می گفتن در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی، تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد. این در حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تأثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گویم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میان او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند. نه این دختر میداند نه این بچه از عاقبت چون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیار عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند. بسیار عاشقا را دیدیم که در زندانها خوابیدند. بسیار عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدمای حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی، گوی برادر عزیز همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست، این زیبنده نیست که تو دست این دختر بیگانه را تو در دست، اگرچه زنت باشد حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد. حدیث پیغمبر است اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دست هاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دستمون زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فإن لم یستطع فبلسانی. اگر با دست ها که شرایطش نباشد، با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطع، اگر با زبانتم که نتوانستی، فبقلبه و ذالک اضعف الایمان. با دلت باید بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. و این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترک ها همش خواهر و دخترای ما و شما هستند. همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز، همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری. تو الک گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی. تو در بین چشم این قدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری. این زنای دست است، این زنای چشم است. تو داری این از آیندت فکر نمی کنی. اگر وی تو را دشنام دهد، در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری، اگر تو را دشنام دهد. لیکن انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 همین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما و شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول می‌دارند. برای همین انشاءالله شما میتوانید، اونا همش فرزندای ما و شما هستند، حق داریم که اونها را نصیحت کنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در فتواها میگه که اگر به پیش قماربازها گذشتی، قماربازها را سلام بده. ببین قماربازی حرام است. وقتی میگه تو سلام میدهی، وای وقتی که به تو جواب میگرداند، یعنی حداقل 1 لحظه از همین کار حرام دور میشود کو. به این خاطر ما میتونیم که همون را 1 لحظه فریاد زنیم، هر دی اونا را نصیحت کنیم. پدرها و مثال کدام کلانترایی که هستین، اونا را دیدن پس دشنامشان نتین، بلکه اونا را فریاد کرده نصیحت کنیم، انشاءالله خوب میشوند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درباره سلام دادن شرح وسیع دهید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر باستانی خوجند هستیم، التماس بسیار ضرور است. این چنین درباره شخصی که قهری میکند با برادرش، انشاءالله من این برادرها قطعا
حتی تلفنی صحبت داشتم. جمعه آینده من مفصلا در اطراف سلام دادن، سلام چگونه باید باشد، از جانب کی باشد، چی اجر دارد، انشاءالله صحبت میکنم. السلام علیکم اکه حاجی مرزا، 3 سوال دارم. حضرت ابراهیم یهودی بود یا که نصرانی؟ یا در آل عمران، سوره آل عمران خداوند ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، خدا گفت ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه چی بود؟ کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. وای مسلمان بود میگوید، وای خالی از یهودی و نصرانی بود، وای حتی مشرک نبود، وای خلیل خدا بود. حضرت عیسی آدم را زنده میکرد، آیا تلخی جان کندن را و عذاب گر را نقل میکرد یا نمیکرد؟ بله میکرد. همسایه های ما در مگنیتوفون شعر میگذارند، بیت میگذارند.